سلام دوستان، امیدوارم حال همگیتون خوب بوده باشه. بالاخره همونطور که تو سایت اینتیه بهش اشاره کردیم، سخت‌ترین مرحله هر کاری یعنی شروع رو به انجام رسوندیم و استارت تولید محتوای ویدیویی رو زدیم. امیدوارم مطالبی که ارائه خواهیم داد برای اکثر دوستان مفید بوده باشه. حالا یه سر به سایت اینتیه بزنیم. اون مطلبی که عرض کردم خدمتتون قسمت اولین پست تیه. بله، اینجا اشاره کردیم که سخت‌ترین کار هر مرحله هر کاری میتونه شروع اون باشه. خب تو این قسمت میخوایم به بررسی اجمالی از پایتون داشته باشیم. سعی دارم تو این دوره اطلاعاتی رو به شما ارائه بدم که کمکتون کنه بتونیم به طور کامل زبان پایتون رو درک و از اون استفاده کنیم، یعنی صفر تا صدش. البته اگه اطلاعاتی از کلیات و اصطلاحات برنامه داشته باشین که خیلی براتون خوبه، حالا زیاد هم مهم نیست، خودتون رو اذیت نکنید. اگر اطلاعاتی هم نداشته باشین با همدیگه یاد میگیریم. اول از همه میخوام یه بررسی اجمالی در مورد پایتون داشته باشیم. پایتون یه زبان برنامه‌نویسی مترجمی یا مفسری هستش. محاوره‌ای، شی‌گرایی، سطح بالا بودن و خوانایی بالا از ویژگی‌های اون هستش. حالا اینا یعنی چی؟ تک تکشون رو بررسی میکنیم. وقتی میگیم پایتون مترجم یا مفسر هست، ما به طور کلی دو نوع زبان برنامه نویسی داریم. یا خط به خط کدها رو به صورت لحظه‌ای پردازش، ترجمه یا تفسیر میکنه برامون، مثل پایتون، پرل و PHP. و یا مثل زبان سی، بایستی ابتدا یک بار کل برنامه خونده بشه، به زبان ماشین تبدیل و یا همون کامپایل بشه و یه فایل اجرایی به ما بده تا اون رو اجرا کنیم. هر کدوم از اینا مزایا و معایبی دارن. مثلا تو ترجمه‌ای ها تا جایی که برنامه درست باشه اجرا میشه و در ادامه اگه خطایی داشته باشیم از اونجا به بعد رو اجرا نمیکنه. ولی تو کامپایلری ها یه خطا داشته باشیم به هیچ وجه اجرا نداریم و کل برنامه استاپ یا متوقف میشه. حالا یعنی چی که میگیم پایتون محاوره‌ای هست؟ به همین دلایلی که اشاره کردیم شما میتونید در محیط پایتون به صورت سریع بنویسید و به طور مستقیم با مترجم ارتباط برقرار کنید. به همین دلیل ما میگیم که محاوری هست، یعنی داریم باهاش صحبت میکنیم، یه چیزایی بهش میدیم و یه چیزایی رو ازش میگیم. منظور از این که پایتون شی‌گرا یا همون آبجکت اورینتد هست یعنی چی؟ یه لحظه یه جستجویی داشته باشیم در مورد این که زبانهای برنامه نویسی شی‌گرا. خب برنامه نویسی شی‌گرا رو از ویکی‌پدیا پیدا کردیم. میخوام بگیم که این حالا برنامه نویسی OOP اختصار Object Oriented Programming هست. یک شیوه برنامه نویسی که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن شی می باشد. در این شیوه برنامه نویسی برنامه به شیء گرایش پیدا میکنن و این معنا که داده و توابعی که بر روی داده ها عمل میکنن تا حد امکان در قالبی به نام شیء و در کنار یکدیگر قرار گرفتن. حالا اینا رو بخوام به صورت کلی عرض کنم خدمتتون، این هست که در این نوع برنامه نویسی ها هر چیز رو به عنوان یک شیء در نظر میگیریم. مثلا فرض کنید انسان یه سری خصیصه ها داره، شیئی به نام انسان، 2 تا دست داره، 2 تا پا داره، رنگ صورت داره، رنگ پوست داره، رنگ چشم داره، رنگ مو داره. اینها خصیصه‌های مختلفی هستن که یک انسان رو شکل میده. ما حالا بخوام یه انسان دیگه ای رو از این شیء ایجاد کنیم، کافیه مقادیر این خصوصیت ها و خصیصه ها رو عوض کنیم و بتونیم یک انسان جدید رو داشته باشیم. به این حالت برنامه نویسی میگیم به طور کلی شی‌گرایی. سطح بالا بودن یعنی چی؟ ما دو نوع برنامه نویسی داریم. زبان برنامه نویسی یه نوعش این هست که کدها به صورت مستقیم به 0 و 1 تبدیل میشن. اینها زبانهای برنامه نویسی سطح پایینی هستن. اگر ما یک سری کدهایی رو داشته باشیم که در پس زمینه به صورت 0 و 1 تبدیل بشن، به این نوع زبانها میگیم سطح بالا. حالا یه سری خصوصیات، مزایا و معایبی دارن که با هم دیگه بررسی میکنیم. خب همینطور که اینجا بهش اشاره شده،
زبانهای سطح بالا به زبانهایی گفته می شود که توسط ترکیب از نمادهای ریاضی، شخصیت‌ها و نمادهای زبان طبیعی ساخته شده و سناریوهای واقعی ساخته شده. هر زبان سطح بالاتر باشه، خوانایی اون بیشتر هستش، به زبان انسان نزدیکتر هستش، ولی سرعت پردازشش طبیعتاً پایین‌تر هستش. نمونه ای از زبانهای سطح بالا اینجا اشاره شده: کوبول، جاوا، سی، سی پلاس پلاس. اینها زبانهای سطح بالایی هستند. ولی در زبانهای سطح پایین به دلیل اینکه به سطح ماشین میرود، همینطور که اینجا اشاره شده، به صورت تعاملی واقعی به سخت افزار هست. یکم زبانش سخت‌تر هست، کدنویسی سطرهای بیشتری نیازمند پیاده سازی یک کد ساده هستش. از حالت باینری 0 و 1 تشکیل شده، 4 عمل اصلی رو میتونیم توش استفاده کنیم و در کل زبانهای مانند زبان اسمبلی که بهشون سطح پایین میگیم خیلی نزدیک به زبان ماشین هستند. درکشون برای ما یکم سخت‌تر میشه ولی برای ماشین آسان‌تر هستش. کدنویسی سخت‌تر میشه توش ولی سرعتش خیلی خیلی بالا هستش. این هم از سطح بالا بودن. خوانایی بالا، همونطور که عرض کردم پایتون از نوع زبانهای سطح بالا هستش. زبانهای سطح بالا داره خوانایی بیشتری هستن. تو پایتون کاری کردن که به دلیل اینکه خیلی از دستورات رو با علائم، مثل زبان سی نیست که علائم پارانتز اضافی داشته باشیم، کروشه داشته باشیم، آکولاد اضافی داشته باشیم. خیلی ساده، مثلا یه حلقه فر رو با علامت 2 نقطه میتونیم از هم جدا کنیم. دستوراتش رو، سطر بندیش رو با یه تورفتگی ساده میتونیم سطح بندی دستورات رو تعویض کنیم و عوض کنیم. به همین دلیل خوانایی خیلی بالایی داره. در مورد تاریخچه این زبان صحبت کنیم، این زبان توسط فردی به نام ون روسوم در سال 1985 تا 1990 ساخته شده و اوایل دهه 90 در مؤسسه تحقیقاتی ملی واقع در هلند برای علوم ریاضی و کامپیوتری به کار گرفته شد و در حال حاضر هم توسط همین تیم اصلی و همون مؤسسان اصلی در حال توسعه و نگهداریه و ون روسوم نقش اصلی رو در این پروسه ایفا میکنه. حالا یه جستجویی در مورد ایشون هم داشته باشیم. خیدو فان روسوم اسم اصلی ایشون هست، این تصویرشه و هلندی هستن و در این قسمت بهش اشاره شده که ایشون یه سری ابتکارات دیگه هم داشتن. خودشون گفتن که در حدود 6 سال قبل، در دسامبر 1989، 6 سال قبل زمانیه که این مطلب رو نوشتن. 6 سال قبل نوشتن این مطلب من به دنبال یک پروژه برنامه‌نویسی در جهت فعالیت مورد علاقه میگشتم تا اوقات فراغت کریسمس رو پر کنم. دفتر کارم بسته بود، منتها یک رایانه شخصی داشتم و چیزی بیشتر از این هم در اختیارم نبود. تصمیم گرفتم تا یک مترجم برای یک زبان اسکریپتی بنویسم. قبلا در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی ABC فکر کرده بودم، چیزی شبیه به زبان C و یونیکس از نسل ABC، جذاب برای هکرها و قابل انعطاف برای پژوهشگران. نام پایتون رو برای عنوان کاری این پروژه انتخاب کردم، چرا که در حالتی جسورانه و غیر سنتی به سر می بردن. حالا با وجود اینکه پایتون دارای مجوز مالک یعنی کپی رایت هست، ولی منبع کد این زبان هم مثل تعدادی از زبانها به عنوان مثال پرل تحت نظارت پروانه عمومی و همگانی گنو هست. پروانه عمومی و همگانی گنو چی هستش؟ یه جستجوی داشته باشیم. خب نوشته یکی از پروانه‌های بسیار رایج نرم افزارهای آزاد است که ضمانت می‌کند کاربران حق مطالعه، ویرایش، اشتراک گذاری و انتشار نرم افزار را خواهند داشت. به ادعای وبگاه گنو مورد استفاده بیش از نیمی از نرم افزارهای آزاد قرار گرفته است. همونطور که دیدیم زبان پایتون دارای ویژگی‌های خیلی زیادیه که به یه تعدادشون اشاره کردیم، ولی می‌خوایم باز هم در موردشون صحبت کنیم تا بدونیم که چرا میتونیم این زبان رو به بقیه ترجیح بدیم. حتما بایستی یه سری چیزا داشته باشیم که بتونیم بگیم که به این دلایل ما می‌خوایم این زبان رو انتخاب کنیم. خب از ویژگی مهم دیگر این زبان میشه گفت که دارای کلمات کلیدی خیلی کم، ساختار ساده، گرامر تعریف شده واضح هستش این زبان
این ویژگی ها باعث افزایش سرعت یادگیری افراد میشه و به همین دلیل هم خوانایی کد بالایی داره، همون مطلبی که قبلا بهش اشاره کردیم. منبع کد این زبان به سادگی قابل نگهداری و ذخیره سازی در یک فایل متنی هستش و به همین دلیل میگیم که سهولت در نگهداری رو داره. یه سری کتابخانه استاندارد و قابل حمل داره، یعنی میتونیم توی فلش فایل هامون رو، دایرکتوری هامون رو، پوشه هامون رو کپی کنیم و بدون نیاز به نصب یا جستجو برای پیدا کردن فایل هاش میتونیم اونها رو به سیستم دیگه ای انتقال بدیم. فرقی نمیکنه که ویندوز باشه، مک باشه، لینوکس باشه یا هر سیستم عامل دیگه ای. کافیه فایل ها رو داشته باشیم در کنار نصب اصلی حالا پایتون. تو پایتون که رو لینوکس به صورت پیش‌فرض نصب هستش، اونها رو توضیح میدیم تو مراحل بعدی و جلسات بعدی، ولی برای اون سیستم عامل هایی که نصب نیست و به سادگی میتونیم نصبش کنیم و این پوشه رو کپی کنیم توش و دوباره ازشون استفاده کنیم. انعطاف پذیری پایتون به قدری هست که شما میتونید ماژول های سطح پایین را به مترجم پایتون اضافه کنید و یا اونا رو سفارشی کنید. اگر نمیدونی منظور از ماژول چیه، نگران نباش، تو چند جلسه آینده اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. پایگاه داده. همه زبان‌های برنامه‌نویسی بایستی به نوعی با پایگاه داده در ارتباط باشند. پایتون دارای رابط کاربری بسیار مناسبیه برای اتصال به تمامی پایگاه داده‌های تجاری اصلی و کار با اونها. البته که بهترین دیتابیس و پایگاه داده برای زبان برنامه‌نویسی پایتون رو اگر بخوایم پیدا کنیم، نیاز هست که یک جستجوی ساده داشته باشیم. بهترین پایگاه‌های داده برای زبان پایتون. همونطور که می‌بینی یه لیست کلی داده از پایگاه داده های مشهوری مثل مایکروسافت سرور هستش، مای اسکیول، پستگری، اوراکل، اسکیول لایت و خیلی از دیتابیس های معروف رو میتونیم باشون کار کنیم در این مورد. مقیاس پذیری. نسبت به سایر زبان‌ها پایتون ساختار بهتر و پشتیبانی بیشتری رو از پوسته اسکریپت برنامه‌های بزرگ فراهم می‌کنه. یعنی نسبت به مقدار منابع سخت افزاری که در دسترسه، کاربرهای بیشتری میتونن از برنامه شما استفاده کنن. یعنی اگر حجم دیتای شما خیلی افزایش یافته یا خیلی کاربرای بیشتری خواستن ازش استفاده کنن، به راحتی پایتون اونها رو میتونه مدیریت یا هندلشون کنه. یه سری دیگر رو حالا ما میخوایم بهش بپردازیم. البته اونا هم همه ویژگی ها رو در بر نمیگیرن، ما تا حدی که میتونیم اونها رو پوشش میدیم. یکی از ویژگی های فوق‌العاده زبان پایتون قابلیت بازیافت حافظه یا زباله هستش. خب ببینیم زباله روبی چی هستش. زباله روبی در زبان برنامه نویسی. خب همونطور که اینجا اشاره کرده میگه که برنامه نویسی روش زباله روبی نیاز داره، چه به عنوان بخشی از خصوصیات زبان برنامه نویسی مثل نرم افزارهایی که اشاره شده، جاوا، سی شارپ، گو، دی و خیلی نرم افزارهای زبانهای اسکریپتی دیگه، و چه به صورت مؤثر برای پیاده سازی های عملی مانند زبان لامدا و یه همچین زبانهایی. حالا چی هستش بازیابی؟ شما فکر کنید که قطعه‌های کوچکی از حافظه رو اشغال کردیم، بینشون یه فضاهای خالی جا گذاشتیم. این زبان میتونه برای مدیریت حافظه استفاده بشه و با چسبوندن این فضاهای کوچیک به همدیگه بتونه یه فضای زیادی رو برامون ایجاد کنه. در این روش برای بازیافت قطعات کوچیک حافظه و ادغام آنها تلاشی صورت میگیره که قبلا توسط اشیای دیگه به کار رفتن، ولی در حال حاضر به اونها نیازی نداره این اشیا، یعنی به صورت خالی رها شدن و اینها رو به هم دیگه میچسبونه و میتونه یه فضای بزرگتری رو برامون ایجاد. پایتون به راحتی با زبانهای دیگه مانند سی، C++، کام، اکتیویکس، کوربا، جاوا مجتمع بشه. میتونین کداتون رو تو فایل های مختلفی بنویسین و بعد اونها رو فراخوانی کنی و به راحتی جمعشون کنی توی فایل و از اونها استفاده کنی.
تا به اینجای کار فکر کنم با نحوه ارائه مطالب آشنا شدین. دوست داشتین ویدیوهای دیگر ما رو هم ببینین، لطفا ما رو لایک کنین، سابسکرایب و علامت زنگوله رو بزنین تا به محض اومدن ویدیوی جدید اونها رو به شما نشون بدم. ممنون، مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.